پروژه‌ای که محتوای آن باعث ایجاد رعب و وحشت در میان مردم شده بود. چرا دولت در صدد بود تا اسناد این پروژه را حاصل خیالات و توهمات انسانی جلوه دهد؟ در این ویدیو قصد داریم تا پرده از اسرار یکی از پرونده‌های سری و شگفت‌انگیز دولت و نیروی هوایی آمریکا برداریم. پروژه کتاب آبی سومین و معروف‌ترین رشته تحقیقاتی بود که ارتش و دولت ایالات متحده در مورد بحث اشیای ناشناس پرنده انجام دادند. این تحقیقات مخفیانه حدود 50 سال پیش شروع شدند و اطلاعات شگفت‌انگیزی توسط اعضای پروژه در مورد این موضوع جمع‌آوری شد. پروژه کتاب آبی اسم رمز تحقیقاتی بود که در دوران جنگ سرد و پس از گزارش‌های متعددی که از مشاهده اشیای پرنده ناشناس منتشر می‌شد توسط نیروی هوایی ارتش آمریکا آغاز شد. این پروژه در سال 1952 استارت خورد و قبل از آن دو پروژه مشابه با نام‌های علامت و کینه در سال‌های 1947 و 1949 توسط نیروی هوایی انجام شده بودند. با این وجود کتاب آبی از تحقیقات پیشین گسترده تر بود و سر و صدای آن هم بیشتر از هر تحقیقات مخفیانه و دولتی دیگری تا دهه‌ها پس از توقفش هنوز به گوش می رسید. هدف اصلی از آغاز این تحقیقات در اوایل دهه 50 توجیه و یا اثبات بی‌پایه و اساس بودن موارد مشاهده یوفو بود تا از بروز ترس و وحشت عمومی و همچنین خطری مهم برای امنیت ملی آمریکا در آن سالها جلوگیری شود. در آن زمان این تصور در بسیاری از شهروندان آمریکا که در قضیه مشاهده یوفوها درگیر بودند به وجود آمده بود که نوعی تکنولوژی فوق‌العاده پیشرفته و ناشناخته متعلق به رقیب اصلی آمریکا یعنی شوروی وجود دارد که دولت هیچ کنترلی بر روی آن ندارد. در ابتدای این تحقیقات نیروی هوایی ایالات متحده ستاره شناسی برجسته به نام جی آلن هاینک را که در پروژه های علامت و کینه هم حضور داشت به عنوان مشاور علمی کتاب آبی استخدام کرد. در همان ابتدای ماجرا هاینک هم مانند مدیران پروژه مصمم بود تا نادرستی گزارش ها در مورد تمامی موارد مشاهده شده شیء ناشناس پرنده را نشان دهد و دلایل طبیعی یا خطاهای انسانی که باعث مشاهده این اشیای پرنده شده بودند را کشف کند. با این وجود مدت زمان زیادی طول نکشید تا هاینک متوجه شد که پدیده مشاهده یوفو بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کرد. در زمان فعالیت‌های هاینک گزارش‌ها و مدارک مربوط به 12618 مورد مشاهده یوفو مورد بررسی قرار گرفت و با وجود تلاش‌های این دانشمند و سایر افراد دخیل در پروژه کتاب آبی گفته شده که 701 مورد از گزارش‌ها تا به امروز به هیچ طریقی توجیه نشده‌اند. همانطور که اشاره شد تحقیقات مخفیانه کتاب آبی اولین پروژه در نوع خود نبود و نیروی هوایی آمریکا قبل از این هم درگیر بحث اشیای ناشناس پرنده شده بود. در سال 1947 یکی از مقامات بلندپایه نیروی هوایی به نام ناتان توینینگ یکی از اولین نامه‌های مربوط به یوفوها را برای مقام ارشدتر خود نوشت. توینینگ که خود فرمانده یک پایگاه هوایی بود در نامه مخفیانه‌اش به فرمانده کل نیروی هوایی در پنتاگون در مورد بشقاب پرنده ها مطالبی نوشته بود و در این نامه توینینگ اطمینان داده بود که مشاهده این اشیای پرنده ناشناس اتفاقی ساختگی و یا خطای دید نیست. توینینگ در یادداشتش نوشته بود که بر اساس گفته‌های ارتشی ها و کسانی که این اشیای پرنده را در آسمان مشاهده کردند بشقاب پرنده های بی سر و صدای مورد نظر نرخ افزایش ارتفاع فوق‌العاده بالایی داشتند و توانایی آنها در مانور و انجام حرکات غیرعادی شگفت انگیز است. این فرمانده ارشد گفته بود که بشقاب پرنده ها در مواجهه با هواپیماهای آمریکایی به سرعت فرار می کنند و ثبت آثار آنها توسط رادارها کار دشواری به شمار می رود. به این ترتیب در همان سال پروژه علامت در پایگاهی در ایالت اوهایوی آمریکا با هدف جمع‌آوری و ارزیابی دقیق گزارش های اشیای ناشناس پرنده شروع شد. همانطور که از چنین پروژه های نظامی انتظار می رود اولویت نخست کارشناسان پروژه ارزیابی خطر یوفوها برای امنیت ملی کشور بود. بعد از اینکه ارتباطی بین روسیه و اشیای پرنده مورد نظر پیدا نشد، مدیران پروژه علامت در گزارشی فوق سری اعلام کردند که به
احتمال قوی یوفوها به منابع بین سیاره‌ای مربوط هستند. اگر تا این لحظه از دیدن این ویدیو لذت بردید، لطفاً ویدیو را لایک کنید. بر اساس صحبت‌های مقامات دولتی آن زمان، ژنرال هویت وندنبرگ، رئیس ستاد نیروی هوایی، این نتیجه گیری را قبول نکرد و از آن زمان به بعد استدلال ارتباط یوفوها با موجودات فضایی اعتبار خود را از دست داد و وندنبرگ و سایر مقامات دستور دادند که توجیهی قابل قبول و مرتبط با منابع زمینی و بشری برای این پدیده‌ها پیدا شود. بنابراین پروژه علامت در ادامه تحقیقات به پروژه کینه و سپس به پروژه کتاب آبی تکامل یافت و هدف اصلی آن متقاعد کردن عموم مردم به اینکه یوفو پدیده‌ای طبیعی و قابل توجیه است مرکز توجه دستاندرکاران تحقیقات قرار گرفت. با این وجود شواهدی که در طول سالها جمع‌آوری شد باور بسیاری از همین دستاندرکاران را متزلزل کرد و برخی از آنها را به طرفداران نظریه فرازمینی بودن اشیای پرنده تبدیل کرد. شواهدی مثل گزارش رؤیت یوفو توسط متخصصان و تماشاچیان دور دیده و قابل اعتماد، تصاویر، داده‌های راداری، علامت‌ها و آثاری که روی زمین به جا ماندند و همچنین تاثیر مواجهه با یوفوها بر روی بدنه هواپیماها. بر اساس اسناد دولتی در سال 1952 ژنرال جان سامفورد، رئیس بخش اطلاعات نیروی هوایی، در جلسه‌های مدیران FBI را در جریان ماجراها گذاشت و اعلام کرد که احتمال ارتباط یوفوها با موجودات فضایی آنقدرها هم بعید نیست. در این جلسه‌ها احتمال مریخی بودن بشقاب پرنده‌ها مطرح شد و همچنین اسناد FBI نشان می‌دهند که بخش اطلاعاتی نیروی هوایی به طور جدی زمینی بودن اشیای پرنده ناشناس مشاهده شده را رد می‌کرد. سامفورد در بیانیه‌اش گفت که بین 1000 تا 2000 مورد مشاهده یوفو توسط نیروی هوایی آنالیز شده و دلیل وقوع اکثر این اتفاقات هم پیدا شده است. با این حال درصد کوچکی از وقایع هنوز مجهول هستند. به همین دلیل او و همکارانش در آینده سعی خواهند کرد تا اطلاعات بیشتری را در مورد این یوفوهای مرموز جمع‌آوری کنند. سامفورد در ادامه گفت که نتیجه‌گیری خاصی در مورد این وقایع صورت نگرفته، اما این اشیای پرنده خطری برای امنیت ملی آمریکا به حساب نمی‌آیند. در همان دوران دستیار رئیس بخش داده‌های علمی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در یادداشتی به رئیس CIA اعلام کرد که پرواز اشیای ناشناس پرنده در ارتفاعهای بسیار بالا و با سرعت زیاد در نزدیکی مناطق اصلی دفاعی ایالات متحده دیده شده‌اند نمی‌تواند به پدیده‌های طبیعی مربوط باشد و چنین خصوصیاتی از پرنده‌ها در هواپیماهای عادی هم دیده نشده است. اولین سرپرست پروژه کتاب آبی کاپیتان ادوارد جی روپلت بود که به عنوان شخصی که اصطلاح اشیای ناشناس پرنده یا همان یوفو را ابداع کرد شناخته می شود. چند سال بعد روپلت از مدیریت پروژه استعفا داد. در نهایت چون تهدیدی از طرف یوفوها برای امنیت ملی وجود نداشت، شرایط به گونه‌ای تغییر کرد که هدف اصلی کتاب آبی بی‌پایه و اساس کردن مدارک و شواهد برخورد با اشیای پرنده ناشناس و پیشگیری از ایجاد ترس و وحشت در عموم مردم شد. آیا شما هم تاکنون این اشیای پرنده را در آسمان مشاهده کرده اید؟ لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت ها برای ما بنویسید. برای حدود 20 سال این اقدامات ادامه داشت و در سال 1968 و پس از تغییر 4 سرپرست پروژه، کمیته‌ای متشکل از متخصصان نیروی هوایی و محققان دانشگاه کلرادو در یک جلسه رسمی به این نتیجه رسیدند که تمامی نمونه‌های برخورد با یوفوها توهمات انسانی، دروغ و یا مرتبط با پدیده‌های طبیعی و زمینی بودند. این کمیته پس از دسته‌بندی تمام مشاهدات در گروه خیالات و توهمات به نیروی هوایی پیشنهاد کرد تا پروژه کتاب آبی را متوقف کرده و از تحقیق در مورد اشیای ناشناس پرنده دست بردارد. نیروی هوایی نیز این پیشنهاد را با اشتیاق قبول کرد. این نمونه‌های مشاهده اشیای ناشناس پرنده تا به امروز ادامه داشتند و با اینکه تحقیقات رسمی و آشکار ارتش آمریکا در سال 1969 پایان یافت، اسناد محرمانه‌ای که در سال 2017 توسط روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد نشان داد که وزارت دفاع در سال 2007 بودجه تحقیقاتی مشابه پروژه کتاب آبی را تامین کرده است.